و پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند یهود و نصارا را. در صحیح بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. الله تعالی یهود و نصارا را لعنت کرد، آنها قبرهای پیغمبرهای خود را مسجد قرار دادند. البته این عقیده آنها عقیده باطل است، دین آنها دینی تحریف شده، ولی اصلش دین آسمانی بود، ولی دین دیگر تحریف شده است. اونها حتی طبق دین خودشون هم عمل نمیکنند، چون دین یهود دین نصارا امر میکند پیروان خود را که به دین محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کنند، چون این دین منسوخ شد. منسوخ یعنی بیکار شد. وقتی که زمان شوروی که از بین رفت، دیگه قانونهای زمان شوروی گرفتن پرداختن قانونی نو نوشتن، یعنی اون قانونهای زمان شوروی بیکار شد. دیگر قانون برار در شریعت یک الله است. بله، تورات و انجیل هم کتاب آسمانی است، از نزد الله تعالی آمده بود، لیکن با شهادت قرآن، با شهادت سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و با شهادت خود مردم یهود و نصارا، این دینها دست انسانیت در آمد. اونو تغییر دادن، حلال های الله را حرام کردن، حرام های الله حلال کردن. دیگر اون دینی، یعنی حتی یک آدمی به عقل خواند از اون کتاب یک کتاب بی معنی است، از این یک کتاب یک عالم مسلمان گرفته خواند یک کتاب پر محتوای و پر مضمون است، حالا که اون کتاب نسبت به الله تعالی داده میشه.